دادگاه شهر سنت پتربورگ قرار دادگاه زینه پایانی درباره اخراج زرینا یونوسووا از روسیه را به تغییر گذاشت. 12 نوامبر سود سنت پتربورگ قرار کرد که شهروند تاجیکستان زرینا یونوسووا که طفل 5 ماهه او از دست پلیس و طبیبان این شهر به طور اسرارآمیز به هلاکت رسیده است، ظرف 5 روز آینده روسیه را ترک کند. طبق این قرار اگر در مدت معین شده زرینا از پتربورگ خارج نشود، خدمات مهاجرت این کشور دوباره او را به بازگشتگاه میبرند و زوراً از مرز خارج میکنند. اولگا سیتلین، وکیل مدافع عمر علی نظرов میگوید احتمال نسبت به قرار سود به دادگاه اروپایی حفظ حقوق بشر شکایت برد. وی گفته است که هنگام بررسی پرونده اخراج زرینا چند معیار کنونسیون اروپا عاید به حقوق انسان نقض شده است. اینجا سخن قبل از همه درباره حقوق داشتن به زندگی و احترام حیات عائلوی شهروند 21 ساله تاجیکستان می رود. در مرافعه سودی زرینا یونوسووا ابراز نموده است که در دادگاه اول ترجمانش از روسی نه به زبان تاجیکی بلکه به زبان ازبکی ترجمه می کرده است. یونوسووا به ترجمان گفته است که او را نمیفهمد، ترجمان باشد در پاسخ ابراز نافهمی کرده است. همچنین زرینا دیروز در دادگاه گفته است که خیلی ترس خورده بود از این متنی را که ترجمان در دادگاه اول برایش پیشنهاد کرده است امضا گذاشته است. در مرافعه همچنین درباره پروتکل پلیس مورد طفل پرتاوی بودن عمر علی مرحوم بررسی شده است. وکیلان مدافع میگویند و اصلا پرتافته شده نبوده، همیشه سر دست زرینا بود. همان روزی که عمر علی را از مادرش جدا میکنند، مادر کلان طفل میرینسون نظر و به شعبه پلیس اسناد معین کننده هویت کودک را پیشنهاد میکند. یونوسووا گفته است که هرگز پسرم را با خواهش خود به آنها ندادم، آنها زوراً او را از من کشیده گرفتند. به من حتی امکان ندادند که سرش را پوشانم. او را از دستم زن کارمند پلیس گرفت. در اداره پلیس من خیلی ترسیده بودم، نمیدانستم آنها از من چی میخواهند و چی میپرسند. من همواره برای کودکم میاندیشیدم. در همین حال ژورنالیست و عضو شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه ماکسیم شفچنکو قرار سود را شرمندگی نامید و اظهار داشت که آن مغایر با همه معیارهای بشری است. شفچنکو در تعجب است که تا حال کارمند پلیس الکسییو را تفتیشات نپرسیده است.